اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، شکر الله به همتا که هفته سپری شد و در روز جمعه مبارک با هم در برنامه آستانه هستیم. امروز با هم اوید موضوع صحبت میکنیم که در نمود و یا به گفتن خیلی عادی و حتی نه آنقدر مهم می نماید، اما در اصل خیلی جدی می باشد. آن هم موضوع عشق پاک یا خیانت آشکار. محض همین موضوع یا خود عشقی که در نام عشق است اما پس پرده خیانت رست یا پنهان شده است، سبب می گردد که امروزها هزارها دخترکان 15 ساله و 16 ساله و حتی 13 ساله و 14 ساله در نزد مردم سر خود را بردا کرده نتوانند و هزارها پدر و برادری که با عرق جبین در مردکاری کار میکنند وقتی به خانه برمیگردند انگشت شمار و نشان دهنده مردم گردند. برای آن که یکی می شود که عائله به صد امید و آرزو دخترک خود را به وایه می رساند. هم پدر و هم مادر از همان اولین روزهای تولد دختر برای دخترک خود نقشه می کشند و به هزارها نیت نیک آن را بزرگ می کنند. ولی وقتی دخترک نو بزرگتر شد، به 15 سالگی رسید، به 16 سالگی رسید، یکی در سر راه و یا از بالای بام و یا حتی از پس دیوار یک نفر ناموس دزد، آن نفری که شرف چیست، ناموس مردم چی است، خیانت چی است نمیداند، از کجای خود را همچون شاهزاده اسب سفید به دخترک معرفی میکند و آنقدر دخترک ساده خاکسار را فریب میکند که دخترک حاضر است کل دنیای خود را، آبروی خود را، ناموس پدر و مادر خود را و تمام هستی و بستی خود را فدای این نمود نوجوان مردی که دزد ناموس است به او بدهد. و دیر نگذشته میبینید که چقدر بین مردم شایعه ها شده اند و دخترک هر شب گریه میکند و حتی دخترکانی زیادی هستند که به خودکشی دست زده اند و هر روز این را میتوانید از سامانه های اینترنتی پیدا کنید و یا از خبرهای کوچه و مردم بشنوید. پس همه این مصیبت ها و یا مشاکلی که هر روز میبینیم چی است؟ از کجا سر میزند؟ چرا مردم این خیانت را عشق میدانند و محبت میشمارند؟ چرا کسی درباره این که این عشق نیست و خیانت است، دزدی ناموس دختران است، دزدی ناموس برادر و پدر است، کسی صحبت نمی کند و همه گمان میکنند که این همان عشق پاک لیلی و مجنون است، همان عشق‌هایی هست که در فیلم‌های هندی و ترکی میبینیم و یا در کتاب‌های عاشقانه میخوانیم. البته که همه میدانیم که بجز رسوایی چیزی دیگری نمی بیارد. برای همین بیایید با هم از نزدیک با این موضوع شناس شویم. این عشق است و یا خیانت است و یا چیزی دیگر و در شریعت و عموما عقل سالم آیا میپذیرد که این نمود عشقها به خانه های ما درآیند و آبروی ما و دخترکان ما را ببرند؟ و چرا ما در این باره فکر نمی کنیم و وقتی کار از کار گذشت دیگر میگوییم دخترک بیراه شد و من بیخبر ماندم؟ اولا شده آیا در اسلام عشق وجود دارد و یا نه؟ شریعت در این باره چی میگوید؟ پیش از همه این را باید بدانیم که تمام کتاب هایی که در آنجا کلمه عشق نوشته شده است از محبت فرق میکند و خودی مؤلف کتاب روضة المحبین و نزهة المشتاقین که ابن قیم جوزی هستند میگویند هرگز محبت را با عشق آمیخته نکنید. محبت
این چیزی است که آنقدر یک نفر را دوست می‌داری که تو حاضر هستی فدای او شوی. تو حاضر هستی برای آن که آن نفر به مقصد برسد از آرزو و آرمان‌های خود دست کشی. اما عشق یک بیماری روانی است. وقتی انسان به عشق مبتلا می شود که محبتی از حد زیادی افراط شده است، انسان دیگر عقل خود را گم می کند. حاضر است حتی به خطا به گناه دست زند. برای همین عاشقان را اساساً مجنون یعنی دیوانه میگویند. اما آنی که نسبت یک نفر محبت دارد، آن نفر محبت خود را در قلب خود پنهان میکند و هرگز برای اظهار کردن آن محبت آبروی کسی را نمیبرد و حاضر است به خاطر آنکه یک نفر را دوست می‌دارد از آرمان‌های خود گذرد و برای آنکه یک نفر دیگر به مقصدش رسد او برای همه کار تیار است. انا این را میگویند محبت به الله، که آنهایی که به الله محبت دارند و محبت الله در قلب آنها هست، آنها برای همه چیز حتی برای فدای جان خود حاضر هستند. و اینچنین آنهایی که در حقیقت نسبت یک نفر، خواه زن باشد خواه مرد باشد، محبت قلبی دارند، هرگز آبروی او را نمیبرند و حتی پس از سالها باشد هم برای کمک کردن به او حاضر هستند و هرگز نفر از زبان آنها نمیشنود که من آن نفر را دوست می‌دارم گویان در جای سخن‌هایی که اصلا ناسزا هست و یا تهمت است بگویند. ولی آنهایی که میگویند من عاشق هستم و یا عشق در قلب من فروزان شد، به چی دیوانگی های دست نمیزنند. از خودکشی شروع کرده تا بیماری های روانی، تا دشنام کردن پدر و مادر، حتی تا زنازنی با دخترکان که تو باید همراه من باشی. و این عیناً همان دیوانگی است که در تمام کتاب های روانشناسی میبینید که باید معالجه شود. و حتی ارسطو، همون فیلسوف مشهور که در تمام کتاب های فلسفه درباره اش میخوانند، میگوید عشق به قلب آنهایی که بیکارخوجه هستند، آنهایی که نه پیشروی صناعتی نه پیشروی تجارتی دارند جایگیر می شود و قلب فارغ آنها را پر می کند و انسان را به عالم خیالات می برد. انسان خیالی می شود، همیشه در خیال خود زندگی می کند. برای همین انسان هایی هستند که من عاشقم گویان ساعتها در تفکر هستند، ساعتها فکر میکنند، موسیقی گوش میکنند، ساعتها در بدر هستند و از پی پیشروی زندگی خود هیچ کاری نمیکنند. انا این چیز بیماری روانی است. اگرچه میگویم عشق است، اما این بیماری روانی است که حتما باید معالجه شود. اما محبت این چیز دیگر است، در قلب تو پیدا شد و هرگز برای آشکار کردن محبت خود آبروی کسی را تو نمیبری و یا بر ضد کسی نمی جنگی و کارهایی که خلاف عقل است، خلاف شریعت است، به آن دست نمیزنی. برای همین آنهایی که میگویند فلانی رو دوست داشتم و یا به یک دیدن یک باره به فلانی عاشق شدم و یا اینکه صفت فلان دخترک را شنیدم و من عاشق او شدم، این محبت هایی هست که همان لحظه اینها از پی خواستگار فرستادن میشوند و آبروی دخترک را هرگز نمیبرند و خود را، عائله خود را به عائله دخترک معرفی میکنند. اما آنهایی که میگویند من عاشق دیوانه هستم، میبینید که یکی در بالای بام، یکی در بالای دیوار، یکی در قد راه ها پیش دخترک یا از پس دخترک میدوند و بین همه جا عکس های دخترک را آشکار میکنند و باز دعوا دارند که عاشق هستند. اما یک خسته، یک بیماری روانی که حتما باید معالجه شود. پس اینجا باید دخترکان فرق کنند. آیا این نفر تو را دوست می دارد، در قلبش محبت تو است، یا این نفر یک دیوانه است، اونه که بیماری روحی و آن هم شاید به سبب تو را خیلی خیلی دوست داشتن، یا اینکه این خودش زندگیش همین است، از کسی به کسی دیگر همیشه عاشق می شود. و چیزی دیگر از همه خطرناکترین این بلبلی یا خود بلهوسی هست که محض وسوسه شیطان می باشد.
و مرد باشد و یا زن باشد، جوان دختر باشد و یا جوان پسر باشد، آنقدر شیطان و نفس به وسوسه خود گرفتار میکنند که اینها با نام عشق به همه حریم ها، به همه گناه ها دست میزنند و حتی تنها به تنها بودن، گریخته رفتن، به نکاح زندگی کردن، آبروی همدیگر را بردن، عکس های همدیگر را به همه جا نشان دادن، از این چیزها دست نمیکشند و اساساً نفرانی که بوالهوس هستند کل مردم میشناسند. همه میدونند که این جوان از دختر به دختر دیگر همیشه انتقال مییابد و یا این دخترک تا حال هزارها شاهزاده برای خود پیدا کرده بود. اما مشکلی در آن است که با عقل خود حکم نمی کنیم. میدونیم که این نفر انسانی بوالهوس است، انسانی وسواسه است، انسانی که بجز آبرو بردن کار دیگر نمی کند. نه یگان برادر، نه یگان پدر، نه یگان مرد غیور پیش این رفته پیش راهش را نمی گیرد که هی دزد ناموس، تو باید هوشیار شوی و با ناموس دختران این گونه بازی نکنی. برای پیشگیری تمام نمود خیانت هایی که با نام عشق شروع می شود، سپس با بیناموسی و حتی با زنا و با کارهای حرام می رود، برای پیشگیری اینها از همه پیش الله می گوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، به مردهای مؤمن بگو چشمهای خود را ان نظر کردن، از نگاه کردن به نامحرم نگاه دارند، برای آنکه سرشوی این همه محبت های با خیانت آمیخته با یک نظر شروع می شود. و عیناً در دوام همین آیت الله می گوید و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و به زنهای مؤمنه هم بگو چشمهای خود را از نگاه کردن به آنهایی که محرم آنها نیستند، مردهای بیگانه هستند، نگاه دارند، برای آنکه اول میبینند همدیگر را، دویم باره میبینند، سوم باره میگویند من میخواهم با او واخورم، با او روبرو شوم، و با همین میبینید که خیانت پس خیانت، آبروریزی پس آبروریزی و تمام این نمود نگاه کردن و حتی تنها به تنها نشستن، اگرچه با مخطوبه یا شخص فاتحه کرده باشد، هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هرگز با یک زن نامحرم تنها ننشینید، برای آنکه نفر سیومین شما این شیطان میباشد. پس بیایید ببینیم آیا نفری که میگوید من تو را دوست می‌دارم، خواهرکانی که هستید میشنوید، و یا پدر و مادری که درباره فیلم‌های عاشقانه همراه عائله خود تماشا میکنید و گمان میکنید عشق همین است، آیا تصور کرده میتوانیم که یک نفر اگر یک نفر را دوست دارد آبروی او را میبرد، صورت‌های او را به همه نشان می‌دهد، در بین تمام مردم به همه آشکار می‌گوید که فلانی را دوست می‌دارم، اما هرگز خواستگار نمی‌فرستد، هرگز مقصدی او دور اندیشی حیاتی بعدی نه، وی همون مدتی که الان هست همون لحظه جسم دخترک را میخواهد و یا روبرو با دخترک بودن را میخواهد و یا آبروی در بین دوستان خود میخواهد که باید به مردها و یا به جوانهای دیگر فخر کرده بگوید انا همین دخترک محبوبه من هست، در حالی که فخر کردن با محبوبه و فخر کردن با عروس آینده چیزی دیگر است. اگر گفت این دخترک عروس آینده من است، من خواستگار فرستادم و یا فاتحه کرده من است، مسئله دیگر است. اما اگر گفت این محبوبه من است، این بجز آبروریزی چیزی دیگری نیست. برای آنکه اگر 1000 بار گفتیم این عشق است، تمام مردم تاجیکستان میدانند که وقتی جوان پسر با جوان دختر دو نامحرم هستند، هر دو صحبت دارند، هر دو با همدیگر رفت و آمد دارند، این یک آبروریزی و همان فحش و زنا می باشد و کسی به این دخترک با چشم این که این بیچاره عاشق است و یا با آن جوان که این مرد چقدر مردی عاشق است نگاه نمی کنند. میگویند دو نفره که به گناه آلوده هستند، دخترکی بی ناموسه که آبروی عائله‌اش را برده ایستاده است، مردی به ناموسه که اصلا شرف خواهر و مادر را نمیداند که به خواهر کسی، به دختری کسی با این نمود معامله میکند و باز فخر هم میکند که من دارم عاشق این هستم. پس
یگانه حدیثی که درباره عشق و عاشقی آمدگی هست عشق و عاشقی که قبل از ازدواج. این همان حدیث در ابن ماجه هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لم نرى للمتحابین مثل الزواج. من هرگز برای دو نفری که همدیگر را دوست می‌دارند مثل ازدواج کردن و یا نکاح کردن چیزی دیگری نمی‌بینم. اما وقتی درباره اسباب ورود حدیث نگاه می‌کنیم، اگرچه در این حدیث اکثریت علما ضعیف هستند ولی بعضی ها با این عمل کردن را اجازه دادگی هستند. درباره این حدیث رو کی پیامبر گفتند اگر نگاه می‌کنیم، با یک دخترک دو نفر خواستگار می شود. یک نفر خیلی ثروتمند بود، دیگری خیلی فقیر. سپس اولیای همون دخترک، گفتیم پدر همون دخترک، به نزد پیامبر می آید و می گوید پیامبر الله، دختری من را دو نفر خواستگاری دارند، یکی خیلی ثروتمند است، دیگری فقیر. دختری من باشد فقیر را انتخاب کرد اما من ثروتمند را، شما چی می گویید؟ سخنی من شود و یا دخترم؟ پیامبر در این وقت این حدیث رو میگویند که من برای دو نفری که همدیگر رو دوست می‌دارند به جز نکاح چیزی دیگری نمی‌بینم. یعنی اگر دخترکی تو همان خواستگار رو دوست بدارد، دخترکت رو به او بده و اینها ازدواج کنند. اگر به حدیث نگاه کنیم، هرگز اینجا درباره دو نفری بیگانه صحبت نمی‌رود. درباره خواستگاری به نزد دخترک آمده صحبت می‌رود که این را چی میگویند؟ خواستگار آمد، دخترک خوش کرد و دوست داشت. اما یک مردی که خواستگار نیست از خواستگار فرستانیدن میترساند، خودش را کی بودنش را به کسی معلوم نمی کند، همیشه باید سر بماند که او کی هست، باز به دخترک میگوید من تو را دوست میدارم. دخترکان باید بدانند که این خائن است. این انسان این دخترک را، آبروی این دخترک را، آینده همسر او شدنش را نمیخواهد. این جوان فقط نزدیکی جسمانی و یا اینکه فیزیکی رو میخواهد که وقتی به مقصدش رسید همان لحظه دیگرگون میشود. خود دختره که همین به نزدیکی بود به من زنگ زد، میگوید خواهر جان مدت 2 سال با یک جوان رابطه داشتم، رابطه عشق و عاشقی. به گفته خودش او هم من رو خیلی دوست می‌دارد، من هم او رو خیلی دوست می‌دارم، اما پس از مدت تا درجه رسیدیم که دیگر اون جوان پسر به من نزدیکی کرد، الان باشد از او خبری نیست. من باشم خودکشی میکنم، گفتم و دارو خوردم، در بیمارخانه هستم. پس از دارو خوردن که مرا یک باره به بیمارخانه آوردن، سلامتی هم خوب شد، اما نه ببخشید به مادرم میتوانم چیزی بگویم که من برای چی خودکشی کردم و نه نمیدانم چی کار کنم و من یک مشورت دهید. اینجا ببینید همون نامرده که 2 سال میگفت من عاشق تو هستم، عاشق تو هستم، وقتی به مقصد پلید خود رسید گریخت و رفت و نابود شد. وقتی به دخترک گفتم پدرت میشناسد آن جوان را؟ میگوید نه. مادرت میشناسد؟ میگوید نه. چگونه 2 سال با هم شما رابطه داشتید؟ پنهانی بود، اما او مرا خیلی دوست می‌داشت، من این را میدونم. از کجا یک نفر وقتی تو را دوست می‌دارد آبروی تو را در بین مردم میبرد؟ از کجا یک نفری که میگوید من عاشق تو هستم او حاضر است که تو شرمنده شوی، رسوا شوی، بین مردم به خودکشی دست زنی، پروا نکند، از خانه یا خود از خود شهر حتی گریخته رود و پنهان شود. برای همین هر فیلمی که میبینیم، هر قصه های عاشقانه که میخوانیم، هر کتاب هایی که درباره لیلی و مجنون میخوانیم، بیاید یک بار با عقل، با احساسات، نه مخصوصا احساسات زنانه نه. و شنوندگان عزیز بخشش زیاد که اساسا متوجه من و یا مخاطبان من زنها زیاد هستند در این مسئله، برای آنکه اساسا قربانی این عشق‌های پر از خیانت دخترکان هستند. مردها به این خیانت، مخصوصا مردهای تاجیک، به این خیانت آنقدر خوته نمیخورند. اساسا زنها، اساسا دخترکای ساده بیچاره 15 ساله و 14 ساله که بیخبر از آن که این نفر خائن است گمان میکنند که این همان شاهزاده است در اسب سفید که دیگر به خریداری من آمد. سپس همان قصه که الان گفتم بارها و صدها بار تکرار می شود. بارها دخترکان به خودکشی، کودکان حتی
به پدر و مادر تولد می شوند و در خود یتیم خانه ها می مانند. عائله ها هم دیگر رو تا کشتن راضی هستند، اما دیگر واویلا در اینجا کار کرده نمی شود. برای آنکه ما وقت خودمون درباره همین گونه عشق‌های دروغین می شنویم و فیلم می بینیم و دیگر خیالات می سازیم، هرگز به خود نمی گوییم که این راست است یا دروغ است، این خیانت است یا حقیقت است. اما وقتی که در شریعت گفتیم فقط همین حدیث است، اما قصه دیگری خیلی جالبم هست درباره دوست داشتن دو نفر که یکی ماعز دیگر یکی بریره و دیگر مغیث هستند که اما اگر به خود قصه نگاه کنیم، حدیث در صحیح بخاری و دیگر کتاب های سنن هم هست. بریره با یکی از جوان ها و یک مرد با نام مغیث ازدواج کرده بود، ولی هر دو برده بودند. در آن وقت غلامداری بود، هر دو هم غلام بودند. سپس بریره آزاد می شوند و از شوهرشان با همین جدا می شوند، از همین شوهرشان مغیث باشد این رو طاقت کرده نمی تواند. همیشه به کجایی که بریره رفت گریه کنان از پسش می رود که من می خواهم با تو زندگی کنم، من تو رو دوست می دارم. اما بریره می گوید من با تو زندگی نمی کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم این را دیده می گویند به عمویشان عباس: ای عباس، آیا تو تعجب نمی کنی به این محبت زیادی مغیث که اینقدر همسر پیشینه اش را دوست می دارد و این بدبینی بریره که هرگز نمی خواهد دویم باره با این شوهرش زندگانی کند. سپس عباس میگویند پیامبر الله، میبینیم که این مغیث خیلی گریه میکند، حتی ریشهایش تر میشود از آب دیده در فراق بریره. بیایید شما شفاعت کننده شوید و بریره بگوید که بیا به نزد همین شوهرت برگرد، دیگر آشتی کنید. پیامبر وقتی این رو به بریره میگویند پیامبر الله، آیا شما مرا امر میکنید یا به من اختیار میدهید؟ یعنی یا که شما فقط طرفگیر یا شفاعت کننده مغیث هستید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من تو رو امر نمیکنم، من فقط از طرف مغیث رو گرفته ایستادم، از طرف او همچون شفاعتچی آمدم. بریره میگوید من او را نمیخواهم، لا حاجت لی فیه، من با او بودن را نمیخواهم. پیامبر او را مجبورش هم نمیکنند. قصه عاشقانه دو نفر بریره و مغیث است، اما به خود قصه اهمیت دهید اینها با هم زندگی کرده بودند، اینها زن و شوهر بودند. مغیث دیگر بریره را از نزدیک می شناخت، اخلاق او را می دانست، با او زندگی کرده بود. برای همین دیگر می دانست که مثل او دیگر زن پیدا کرده نمی تواند. اما این جوانهایی که به یک دیدن یعنی اولین بار با نگاه اولین میگویند من عاشق فلانی شدم و به او زندگی کرده نمیتوانم، اکثریت آنها همان لحظه که از نزدیک با دخترک شناس شدن و متاسفانه پس از نزدیکای فیزیکی جسمانی دیگر میگویند من دیگر به او عاشق نیستم، برای آنکه با یک نگاه یک نفر را دیده نمی شود. محبت زمانی می شود که بجز جسم انسان، بجز نگاه انسان، قلبها با همدیگر مناسبت داشته باشند یا خود قلبها با هم راست آیند و اخلاق دو نفر، تمامی خاراکترها یا خود طبیعت دو نفر به همدیگر راست آید. یکی دروغگو دیگر راستگو، یکی نمازخوان دیگر بینماز، یکی همیشه عاشق دنیا دیگر همیشه برای دنیا و آخرت، یکی همیشه طالب علم دیگر همیشه طالب پول و مال اگر باشد. اینها اگرچه میگویند به یک دیدن عاشق شدم با هم قرار یافته نمیتوانند. انسان زمان یک نفر را با تمام هستی دوست می‌دارد که قلب‌های آنها، اخلاق آنها، هدف‌های آنها با هم یک باشد و آیا به یک نگاه کردن، به یک در سر راه دیدن، به یک در خانه همسایه دیدن، به یک در یک توی معرکه چشم ما افتادن، آیا می‌توانیم بگوییم که تمام خاراکتر همان نفر و یا تمام اخلاق همان نفر مناسب من است و من برای آینده می‌توانم با او یک نقشه آینده کشیده باشم؟ پس مسئله خیلی خطرناک است. اونهایی که میگویند من به یک دیدن عاشق شدم، در خانه عمه‌ام دیدم و عاشق شدم، بدانید که عاشق جسم شدن و اونهایی که به جسم انسان، به چهره انسان عاشق میشوند، در یک مدتی کوتاه از آن چهره سیر میشوند.
و دیگر میگویند نه الان به نفر دیگر من انتقال یافتم. برای همین این جوانهای بوالهوس هستند که دختر به دختر یک پای دیگر از این به وی انتقال مییابند. و یا دخترک‌های هم هستند که از پولدار به پولدار دیگر و یا از یک جوانی آبرودار به آبرودار دیگر انتقال می‌یابند، برای آنکه هدف آنها اصلا جسم و صورت و یا همان آبروی دو روزه دنیا و یا پول مالش است. اخلاق نیست، طبیعت نیست. در قلب او چی است؟ هدف او چی است؟ آیا با او آینده ساخته میتوانم یا نه؟ از این نمود سوال ها در ذهن آنها هرگز چرخ نمیزند. برای همین هرگز باور نکنید آنهایی که میگویند به یک دیدن عاشق شدم و برایش میمیرم و این چیزها. و عجایبش این است که در همین به نزدیکی در آمار طلاق خواندم که اگر 100 مثلا به خود طلاق نگاه کنیم، 80% در یک سال طلاق هایی که در دنیا می شود 80% آنها ازدواج های بودند که زن و شوهر پیش از ازدواج عاشق هم بودند و فقط 20% آنهایی هستند که همدیگر را فقط در روز توی و یا اینکه به یگان عشق و عاشقی تصادفاً و یا به رضایت همدیگر فقط ازدواج کردند. و این را در حیات هر روزه هم دیده می توانید که فلانی را دوست داشت و گرفت، ازدواج کرد، اما هر روز میزند، خیلی غیور است، هر روز با هم جنگ و جنجال دارند، به همدیگر باور ندارند. فلانی را عاشق شد و گرفت، اما پس از یک سال با زن دیگر عاشق شد. عاشق شدن دیگر شغل دوست داشته و یا مهنت هر روزه مرد شده است و یا زن که اینها میتوانند همیشه عشق خود را گویا دیگر کنند. پس به این خیلی باید اهمیت داد. مثلا انسان مومن وقتی یک نفر را دوست می‌دارد، بیایید در این باره درباره مؤمنان کمی صحبت کنیم. یک نفر را دوست می‌دارد به خاطر الله که اخلاق او، طبیعت او، تمام عمل‌های و خاراکتر او همش از روی شریعت هم هست، از روی انسانگری هم هست که شریعت کلیه کمک کردن به مردم، پیشروی علمی و یا عموما برای خیرات صرف عمر خود را میکند و شما او را دوست می‌دارید، وی به 70 سالگی و 90 سالگی رسد هم شما او را دوست می‌دارید. برای آنکه در 70 سالگی و 90 سالگی شکل او، جسم او تغییر یابد، هم اخلاق او و قلب او تغییر نمی‌یابد. او چنانه که بود باقی میماند و محبت آنهایی که فقط به خاطر اخلاق همدیگر و علل خصوص به خاطر دین همدیگر با همدیگر ازدواج کرده اند صمیمی و همیشگی است، برعکس آنهایی که برای جسم یکدیگر، برای صورت یکدیگر، برای مال یکدیگر و یا آبروی یکدیگر و یا یگان هدفهای دیگر دنیوی با همدیگر ازدواج کردند. وقتی همان هدف یک طرف شد، زیبایی از بین رفت. اینکه پدری که او پدر ثروتمند و با آبرو داشت اگر وفات کرد، دیگر عائله پراکنده می شود، به همدیگر اینها هیچ آینده نمی بینند، برای آنکه علاقه آنها پیدا شده بود به سبب فقط همین چیزهای مادی. پس بیایید نظر کنیم به آنهایی که میگویند، علل خصوص خواهرکان عزیز، دخترکان 15 ساله و یا 16 ساله و یا مادران مهربانی که دخترکان قدرت دارید و حتی برادر و پدرهایی که با همراهی دخترتان و یا خواهرتان در این باره صحبت کردن برای شما خجالت آور است، شرم آور است، اما روزی می رسد که پشیمان می شوید که چرا صحبت نکردم. بیایید با همدیگر تفکر کنیم که آیا یک نفری که ادعا دارد که عاشق است، آیا او در این وقت به خودی اخلاق دخترک، به طبیعت دخترک، به اون هستیه که در باطن دختر هست که اصل وجود انسان جوهر است، همان باطن است، به آن عاشق است و یا به چهره دخترک و یا به مال دخترک و یا آبروی پدرش که اگر این چیزها از بین رود، او هم دیگر دخترک را میخواهد سر بدهد و یا از دست بدهد. پس اینجا چیزی دیگر هم که گفتیم، وقتی که درباره خودی محبت صحبت میکنیم و یا در وقتی گفتیم در تاجیکستان که بین محبت و عشق تقریبا هیچ فرق نمیکنن، میگوین هر دو چیز است، اگرچه من گفتم یک بیماری محض روانی است، دیگر یک احساسات صادقانه هست. بیایید
ببینیم که آیا در شریعت همین چیز هست. یعنی یک نفر گفت من فلانی رو شنیدم درباره اخلاقش یا خود حتی دیدم، صورتش رو دیدم و یک باره او رو دوست داشتم. آیا ما میتوانیم بگوییم که خطا کردی، گناهکار شدی؟ البته که این رو گفته نمیتوانیم. برای آن که وقتی یک انسان میگوید قلبی من او را دوست داشت، من خودم نخواستم و بیخبر به ناگهان عاشق آن نفر شدم، این کار قلب است و در شریعت هر چیزی که قلب انسان کرد و از آن گذشت برای آن مؤاخذه و یا سوال و جواب نمی شود. انسان برای کارهایی که با دستش و یا با جسم و ظاهر خود، با دست و پا و زبان و چشم و گوش اینها انجام داد، برای آن مؤاخذه می شود. هر چیزی که با قلب او گذشت برای آن سوال و جواب نمی کند، گناهکار نمی شود، مگر اینکه اون چیزی که در قلبش هست برملا کند، به مردم آشکار کند و به کارهای گناه بعد دست زند. برای همین آیتی که در آخر سوره بقره هست، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگارا هرگز ما را به اون چیزی که ما طاقت کرده نمیتوانیم و یا در دستمان نیست، در قدرتمان نیست، ما را به آن امر نکن، مؤاخذه نکن هست. در این باره میگویند این درباره عشق است و یا کارهای قلبی هست که انسان در دست خودش نیست. و حضرت عایشه هم حدیث در ابو داود است، میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم بین زنهای خود عدل میکردند، به همه برابر نفقه میکردند، شبهایشان برابر بین زنهایشان و حتی سفرهایشان با کدام زنشان، اینها همش از روی عدل بود. ولی با وجود این میگفتند اللهم هذا قسمی فیما املک فلا تلومنی فیما تملک ولا املک. پروردگارا این تقسیماتی که من بین همسرانم میکنم این کاری هست که من در دست من است، من کرده میتوانم، اما اون چیزی که در دست من نیست، در دست تو است که اون قلب من است و من یکی را زیادتر دوست میدارم دیگری را نه، در این باره هرگز مرا ملامت نکن. و تمام علما اتفاق هستند که تا زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بودند، چون حضرت خدیجه وفات کرده بودند، محبوبه ترین، دوست داشته ترین همسر پیامبر عایشه بودند و برای این که پیامبر دیگر زنها را نبود، چرا عایشه را آنقدر زیاد دوست می داشتند؟ همین حدیث بیان میکند که پیامبر میگویند این در دست من نیست. قلبی که از بین زنهایم عایشه را انتخاب کرد، این قلب من در دست الله هست. و وقتی که در خود آیت و یا قرآن کریم هم الله میگوید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، شما هرگز بین زنهایتان اگر دو زن داشته باشید و یا سه زن داشته باشید هرگز عدل کردن نمیتوانید. میگویند این درباره محبت است. مرد هرگز دو نفر را برابر دوست داشته نمیتواند، برای اینکه قلب مرد در دستش نیست، اما میتواند ظاهراً با زبانش به دو نفر برابر مهربانی کند، با پولش و یا با شرایط مادی برابر باید مهیا کند که این حتمی است. اما کاری که از قلب گذشت دیگر این در دست ما نیست. برای همین یک نفر اگر در پنهانی یا سری گفت یا حتی فرزند به پدر و مادر خود بگفت که من شما مثلا یک نفری رو دوست داشتم میخواهم به او خواستگار فرستید، ما گفته نمیتوانیم که این گناه است، این سخن رو نگو، این چیز در شریعت نیست، برای آنکه این کار قلب است. مادامی که خود انسان به زنا نرفت، به فحش و فاحشگی نرفت، به گناه های کبیره نرفت، اون چیزی که در قلب او گذشت و اون هم اگر به خاطر علل خصوص اخلاق یک دخترک باشد و یا اخلاق یک جوان باشد هرگز برای او ملامت نمی شود، برای اون که این جوان و یا این نفر به یک نفر دل بست و اون دلبستگی او در دست او نیست، اما با او واخوردن، همراهی او صحبت های پنهانی کردن، با تلفن صورت فرستادن، SMS کردن، تلفن زدن، با پنهانی، با هر راه، به هر طریق با او روبرو شدن، اینها همش در دست او است که در این وقت پدر، برادر، آن انسان‌هایی که در اطراف دخترک سرپرستی دخترک را دارند حتما باید از ببخشید پیش شوند، نگذارند که یک نفری بیگانه بیاید و آبرو و ناموس دختری آنها را دزدد. امروز اگر میگوید عشق، فردا همه میدونند که این خیانت است، آبرو بردن و ناموس یک نفر را بردن می باشد. و آیا آن جوانهایی که
میگویند من عاشق هستم، سپس صورتهای دخترک را به همه نشان میدهند و یا پنهانی همراه او در تلفن صحبت میکنند و یا پنهانی رساله میفرستند و واتساپ و چت میکنند. آیا راضی میشوند که با خواهر آنها کسی این کار را کند و یا حتی با شاید به خاله بچه و عمک بچه خود هم این چیز را نخواهند، برای آنکه این آبروریزی است، اما این را به نفرهای دیگر میخواهند. باز هم میگویند کار دل است، یعنی کار دل بود که تو دوست داشتی، اما آیا کار دل بود که رفتی با او روبرو شدی، پیش راهش رو گرفتی، حتی تهدیدش کردی که اگر با من روبرو نمیشوی من صورتهای تو رو به آن میدهم و به وی میدهم. و خود دخترک هایم که درباره شجاعت زن و عموما چرا ما اونقدر زنهای تاجیک ترسو هستیم، از همه چیز میترسن، پنهان میکنن و سپس به خودکشی و خود را به دریا زدن و دارو خوردن و دیگر به این کارها میافتن. انشالله یک موضوع علاهیده با هم صحبت میکنیم. ولیکن خود دخترکان هم باید خیلی شجاع باشند، از تهدید کسی نترسن، به عوض آن که هم به کسی باور نکنند و فرق کنند که آن نفر آیا عاشق است، محبت شما در قلبش است یا یک بوالهوس عوضی هست که میخواهد آبرو گیرد و با آبروی شما بازی کند. اول اینها رو دخترک باید سنجد. عاشق و یا کسی که تو را دوست می‌دارد همانی است که همچون مرد دست تو را آمده از پدرت میپرسد، خودش را، عائله اش را با عائله تو شناس میکند، نه اینکه در کوچه ها با تو وا میخورد، در تلفن فقط همراهت صحبت میکند و نه خانه اش را میدانی نه خانه ات را میداند و نه آمدنی است و نه تو را به پدر و مادر خود شناس کردن است. این نمود انسان ها به جز بوالهوسی و یا آبروریزی، آبروی تو را بردن، چیز دیگری را نمیخواهند و حتما باید در این حالت ها به پدر خود، به برادر خود، حتی به مادر خود، هر کسی که دستش میرسد که این انسان را، زبانش را گراند، باید در تماس باشند که این آبروی دخترک را، عفت دخترک را زیاد میکند. و شنوندگان عزیز، این بود در موضوع امروزه. اگرچه موضوع خیلی وسیع بود و من تو توانستم ملخص کردم، حالا میگذاریم به بخش سوال ها. میبینیم که عزیزان به ما سوال داده اید یا نداده اید و پاسخ میدهیم به آنها. اینجا الان سوال یکم در اسلام، سوال عشق در اسلام هست یا نه؟ چه خیلی که گفتم اصلا در اسلام بین عشق و بین محبت فرق میکنن. عشق یک بیماری روحیه هست که در اسلام انسان یک نفر را آنقدر از حد دوست می‌دارد که دیگر تا جنون یا دیوانگی میرسد، حتی به گناه هم دست میزند، به خودکشی هم دست میزند، به آبروگی و آبروریزی هم دست میزند، از کار و از زندگی خود دست میکشد، به چیز مشغول نمیشود به جز فکر کردن درباره همون معشوقش، که این بیماری رو بیماری روحی، عشق رو بیماری روحی میگویند در اکثریت حتی کتاب‌های فلسفه. و حتی ابن قیم میگویند وقتی دیدید که شما به این بیماری گرفتار شدگی هستید، که این همون بیماری زلیخا بود عزیزان. زلیخایی که در قصه یوسف همه میدونیم عاشق یوسف شده بود، به همون عشق بیماری گرفتار شده بود که حتی شوهرش را ندانست. خودش مادر اندر و یا همچون مادر یوسف را بزرگ کرده بود، به این هم نگاه نکرد و حتی حاضر بود به تمام خیانت دست زند، که این همون عشق بود که با نام بیماری روحی گفته میتوانیم. و انسان اگر به این بیماری گرفتار شود حتما باید معالجه شود، که معالجهش اول شده میگویند نکاح هست. حتما این گونه انسان ها باید ازدواج کنند. اگر الکی زن شوهردار و یا شوهر زندار هستند مسئله دیگر، اما اگر جوان هست و اساسا میگویند به این بیماری جوانهایی که 25 ساله و 26 ساله یا از 23 ساله بالا هستند گرفتار میشوند، که به سبب گرمانهای در بدنشان بوده است. اگر ازدواج کردن از این بیماری روان میشوند، ببخشید آزاد میشوند. و چیز دیگر، هر کسی که به این بیماری گرفتار شده است حتما باید خیلی زیاد دعا کند که پروردگارا مرا به زندگی معمولی برگردان، تا که من با این بیماری آبروی خودم و دیگران رو نبرم. و تا میتواند اگر نکاح کردن نتوانست و یا طرف مقابل همون دخترکی که عاشق است راضی نیست، که کسی را به زور ازدواج کردن در شریعت جایز نیست، در این وقت تا میتواند نسبت آن
در قلب خود نفرت پیدا کند که اگر مثلا من او را ازدواج کنم شاید بدبخت شوم، شاید دخترک خوب نیست. یعنی با این نمود تربیه های قلبی خودش را از او دور کند. اما این نمود عشقای بیماری هستند که انسان را به گناه میبرند. اما محبتی که خیلی که گفتیم، یک نفر رو دوست می‌دارید، دوست داشتن خود را پنهان میکنید. اگر شرایط داشته باشید خواستگار میفرستید که من فلانی را دوست می‌دارم، از او خواستگاری میکنم، که این یگان خیلی برای شما ملامت نیست، در شریعت جایز است. و هر نکاحی که شما در حقیقت عشق بازی و محبت کرده اخلاق یک نفر رو و حتی شکل یک نفر رو دوست داشتید و ازدواج کردید، این بهترین است. این از شانس است که نه هر نفر با کسی که در حقیقت با قلبش رسوایی نکرده دوست داشت ازدواج کرد، این بهتر است برای آن. اما این محبت است که انسان در قلبش پنهان میکند و فقط با خواستگار فرستاندن و ازدواج شرعی به محبوبه خود میرسد. اما عشقی که گفتیم به جز خیانت چیز دیگری نیست و انسان از این بیماری روحی که همیشه در فکر یک نفر دیگر از تمام دنیا دست کشد باید از پی معالجه اش شود. و حتی من خودم هم با سخنی ارسطو را تقویت میدیم که میگوید قلب‌هایی که مشغول چیزی مفید نیستند در آن عشق پر می شود و انسان را در عالم خیالات دیگر می کشاند. سوال: اکی شفقت سالهای آخر نه عشق مانده نه هیچی، جوانای حاضر در فکر دریافت یک لقمه به مهاجرت می آیند، جوانان در مهاجرت می گذرند. شما درباره جوانان صحبت دارید و اکثریت صحبت من درباره زن ها هست و مجری یا گوینده اکی شفقت نیستند سوال کننده عزیز. و چیزی که من گفته استادم، اگر نکم از 10 15 تا 20 نفر حتی در تلفنم دخترک ها هستند که میگویند من قربانی عشق شدم و امروز یکی خود را به خودکشی حتی دست زده است و دیگری میگوید به من خواستگار آمده ایستاده است، هیچ چیز گفته نمیتوانم چون من الکی یعنی به کارهای دست زدم که مرا هیچ شوهری نمیگیرد. دیگری میگوید من چیکار کنم که به یک حالت گرفتار شدم. اگرچه در زبان شما این چیز وجود ندارد، اما این فحش و فاحشگی و تا درجه رسیده است که در تاجیکستان حتی دخترکای 13 ساله و 12 ساله هم مبتلای این نمود خائنایی که با نام عاشق می آیند مبتلای آنها شدگی هستند. پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم عاشق شده بودند. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم عاشق همسر خود شده بودند. یعنی همسر خود علل خصوص عایشه رو خیلی دوست می داشتند و همیشه محبوبه پیامبرگویان درباره عایشه گپ میزنند. و در حدیث در بخاری هم هست که حضرت عایشه میگویند بار دیگر زنهای پیامبر به فاطمه چیزی گفت که فاطمه آمد و به پیامبر گفت که پدر جان در حق عایشه عدل کنید، یعنی تمام مهر محبت خود را به عایشه ندهید، به دیگر همسران خود هم شما عدل کنید. در این وقت پیامبر میگویند آیا کسی که پدرت دوست می‌دارد تو دوست می‌داری یا نه؟ فاطمه میگویند البته دوست می‌دارم. پیامبر میگویند پس این را دوست بدار، یعنی عایشه را میگویند عایشه را دوست بدار. و میگویند بعد از وفات پیامبر حضرت عمر به تمام زنهای پیامبر اگر 10 تنگه طلا میداد و عایشه 12 میداد و میگفت این عایشه محبوبه پیامبر است که پیامبر خیلی دوست می داشتند. اما عشق عاشقی هایی که پیش از ازدواج با هم رفت و آمد میکردند و از این چیزها پیامبر از این مبرا هستند و دیگر مسلمان های تقوادار هم از این مبرا هستند که بگویند من عاشق فلان و دیگر با همه گناه های حتی خلوت نشستن با او راضی باشند. سوال دیگر: مردم مظلوم تاجیک از برای زندگی وزنین هم عشق و هم عاشقی را کیها فراموش کردند. در این باره من گفتم. سوال دیگر: любовь может быть только между мужем и женой по закону Аллаха, все остальное мир. این چیزی که گفتید درباره حاضر، در این باره من صحبت کردم که عشق حقیقی در خود اسلام بین زن و مرد، بین زن و شوهر می شود. بین دو بیگانه اگر شد، اگر کتمان بود، در این باره می توانید در تمام حتی در کتاب های فقه، در فتح الباری هم هست، در دیگر حتی در مثلا اگرچه متشدد میگویند در فتواهای ابن تیمیه هم هست، درباره خودی به بیگانه عشق و عاشقی هست. یعنی یک مرد آیا میتواند یک زن را از وصفش گوش کند که اون نفر چنین است و دوست دارد؟ این چیز بودنش به تمام کتاب ها هست. و حتی در قصه جویریه هم هست که حضرت عایشه میگویند
جویریه وقتی به خانه من آمد که از پیامبر کمک میپرسید، من صورت جویریه رو دیده گفتم هر کسی که جویریه رو دید به صورت او عاشق می شود و حتما با او ازدواج میکند، که عیناً همانطور پیامبر وقتی جویریه رو دیدن که خیلی زنی خوشرو بودن با خود جویریه ازدواج میکنند و این ازدواج پیامبر با جویریه یک ازدواج مبارک میشود و چقدر از قبیله ها در این وقت از اسارت میبرایند و یک صلح بزرگ بین دو قبیله مسلمان ها میشود. سوال دیگر، آیا یک شوهر دو زن را یک خیل دوست داشته میتواند؟ در این باره گفتم که دوست داشتن یک نفر دو زن باشد و یا دو کسی دیگر باشد این کار دل است. برای همین وقتی میگوید الله ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، در تفسیرش میگویند در دوست داشتن، یعنی مرد هر چی کند هم دو زنش را یک خیل دوست داشته نمیتواند، برای اون که دوست داشتن کار قلب است و انسان خواه و ناخواه یکی را از دیگری زیادتر دوست می‌دارد. اما این نباید سبب شود که من یکی را زیادتر دوست می‌دارم گویان به یکی در تقسیم وقت و یا در کمک های مالی و یا مهربانی های ظاهری به یکی زیادتر توجه کنید به دیگر نه، که این در شریعت ظلم است و گناه است. در قرآن کریم عشق و عاشقی نآمدگی های به فکرم. در قرآن کریم درباره عشق زلیخا و یوسف آمدگی هست که خود سیاق همان قصه به ما نشان میدهد که عاشقی دیوانگی بود یا خود عاشقی بود که زلیخا را به گناه کشانید و اینها به سبب این عشق زلیخا به خیانت دست داد. اما خیلی که گفتم آیتی که درباره عشق گم میزند همش درباره زن و شوهر است. یک مرد بیگانه با یک زنی بیگانه یگانه یک حدیث پیامبر است که میگویند لم ارا للمتحابین مثل نکاح، من با آنهایی که همدیگر را دوست می‌دارند به جز ازدواج کردن چیزی دیگری نمی‌بینم. سوال دیگر، زن و شوهر مسلمان اگر زندگیشان ناسازگار شد چگونه باید از هم جدا شوند؟ پیش از آنکه از هم باید جدا شوند حتما اینجا یک چند راه‌هایی هست که از آن مرحله ها را باید عبور کنند. پیش از همه وقتی زن عمیق می‌داند که دیگر با شوهرش علاج زندگی کردن نیست و شوهر هم می‌داند که هرگز نمی‌تواند با این زنش بردوام زندگی کند، موافق آیت سوره نساء فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، دو نفر، یک مردی که از دین و از اخلاق و از عموما عائله داری با خبر هست، یک تجربه خوب دارد، و یک مرد دیگری که از طرف زن است و او هم کاملا از ازدواج و از این حالت ها با خبر است، به میان می درآیند و به اینها همراه مصلحت میکنند، مشورت میکنند، قطعشان صحبت میکنند و وقتی میبینند که در حقیقت این دو نفر دیگر به آخرین نقطه رسیدن و اینها اجازه میدهند که از همدیگر جدا شوند. اما وقتی میبینند که نه اینها یک جنگ و جنجال عادی زن و شوهری هست، در این وقت میگن یک مدت از هم جدا زندگی کنید و یا اینکه یک مدت با هم به سفری برای یک مشورتی خوب میدن. حتما پیش از جدا شدن باید به یک مشاوره، به یک نفری که از زندگی عائلوی خبردار است باید مراجعت کنند، که بسیار وقت اساساً پشیمانی های زیادی که در بین زن و شوهر می شود بعد از طلاق شدن که الکی اینها همدیگر رو کاملا از همدیگر جدا شدن. اما اگر که گفتیم هیچ علاجی نیست، پس موافق شریعت یک طلاق داده جدا می شود. یک بارگی 3 طلاق نبود، یک بار یک طلاق می دهد، سپس 3 ماه نگذشته انتظار می شود، نزدیکی 3 ماه شد باز با هم یک جایه می شوند و یا با همین یک طلاق اگر 3 ماه کاملا گذشت اینها به هم دیگر بیگانه می شوند که به نکاح نو یکتا شدنشون جایز نیست. لیکن من باز توصیه میکنم که هر کسی که زندگیتون به نقطه آخرین آمدگی هست فکر طلاق نکنید. اول به نفر هر کی هم باشد از انسان‌هایی که اهل خبره باشن، یعنی تجربه داشته باشن، پدر و مادر و خواهر و برادر و همسایه نبود، یک نفری که در امور عائلوی یک تجربه کامل دارد به اون مراجعت کنید، شاید راه حل پیدا شد و با هم از نو زندگی رو شروع کنید که خیلی زیاد رخ دادگی هست. سوال دیگر، همین مرد جوان عروس شونده خود را آیا حق دارد پیش از ازدواج ببیند؟
دیدار و داماد و عروس شونده چگونه می شود؟ مثلا اگر عروس در یگان جایی بدنش یگان نقصانی پنهان داشته باشد، داماد چگونه می تواند آگاه شود؟ اولا از نقصان شروع می کنیم. برای آنکه یگان زنی نقصاندار را مرد نگیرد، به نزد آن زن خواهر خود، عمه خود، یگان خویش و تبار زنش را میفرستد اگر شک و شبهه داشته باشد که شاید نقصان دارد، و آن دخترک می رود و دیگر کاملا وقتی شناس می شود و در یک بار یا دو بار دیدن انسان می تواند فرق کند که این کس بیمار است. البته خود مرد هرگز به بدن آن زن نگاه کردنش حرام است، لیکن یک نفر را میفرستد، خواهر خود را، عمه خود را، یک زن را همچون گویم خبرکش، لیکن خبرکشی گناه نمی شود برای آنکه برای مسئله را یا خود از یک نمود خیانت پیشگیری کردن است. دوم، می تواند جوان عروس شونده خود را ببیند. در شریعت این جایز است. برای مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر خطا نکنم به جابر گفته بودند که اگر توانی عروس شونده خودت را ببین، نکاح شما در این وقت قوی تر می شود. اما تنها به تنها نه، حتما باید در نزد عروس محرمش وجود داشته باشد، پدرش، برادرش، یک مردی که مبادای بین اینها خلوت و یا شیطان داخل نشود. برای آنکه اگر اینها تنها به تنها روبرو واخوردن، شاید این فقط مثلا مخطوبگی و یا داماد و عروس شونده گفته ایستادیم، این مقدمه نکاح است. اینها هنوز زن و شوهر نیستند. شاید اینها نکاح را دیگر ویران کنند، بر هم زنند. بعد از این آبروی عروس می رود. اگر می خواهد عروسش را ببیند او می تواند، اما به شرط آنکه همراه عروس محرم باشد، برادرش که به بلاغت رسیده باشد و یا تقایش یا یک نفر دیگر که از محرم های عروس هستند. و این مشکلی ما در آن است که تنها به تنها هم دیگر را می بینند و بعد از آن که توی ویران شد و یا دیگر اینها نمیخواهند ازدواج کنند، همه به آن عروس چنان نگاه میکند که گویا که او الکی به آن نفر نکاح کرده بود. سوال دیگر، آیا عروس شونده حق دارد که بگوید من باید داماد شونده را ببینم؟ البته که حق دارد. برای چی حق ندارد؟ شاید که بعضی وقت می شود که یک انسان را میبینید و الکی میدونید که این انسان انسانی بد است، یعنی پیشتر دیده بودید. و ریزوگی عروس چگونه که ریزوگی داماد حتمی است و می تواند ببیند، اما به شرط آنکه تنها به تنها نشستن نه، حتما باید همراهش محرم باشد و یا حتی از صورت یا که از تلفن. سوال دیگر، زنی که به مردی زندار دوست داشته است چی کار باید کند؟ من مرد زنداری را دوست می دارم، کسی دیگر را دوست داشته نمی توانم، چی کار کنم؟ البته پیش از همه من نمیدانم که دوستداری شما تا چه اندازه است. برای اون که اگر شما گفتید من شکلش رو دیدم و دوست داشتم و یا در تلفن دیدم و دوست داشتم، الله میداند که اون مرد آیا صورتش اون چیزی که در قلبش هست با اون روبرو هست یا نه. چیزی دیگر، شاید خیلی زیاد این حالت وا میخورد که شما بیخبر هستید از اصل مسئله. شاید وقتی شما با ازدواج کردید و این مرد یک بار تبدیل به نفر دیگر شود، یعنی پیش از با یک نفر رو دوست می‌دارم و با او ازدواج میکنم گفتن، خیلی در این باره زنها باید فکر کنند. انا برای همین در شریعت زن به اجازه ولیش، پدرش و یا برادرش و یا هر مردی که ولایت او را، سرپرستی او را دارد، به کسی ازدواج کردن نمیتواند. برای اون که مردها را خوبتر میشناسند و اکثریت زنها به یک چهره، به یک دسته گل، به یک مهربانی عاشق میشوند، سپس میفهمند که این مرد یک نامردی است، اصلا مرد شوهر شدنی نیست. برای همین اگرچه زن دوم و سوم در شریعت جایز است، اما من به شما توصیه میکنم که اون مرد رو بگذار یکی از خویشاوندان شما، پدرتان، برادرتان شناسد، سپس البته رضاگی اون مرد هم نمیشود که من او رو دوست میدارم گوید همین که تمام، حتما اون مرد هم باید شما رو دوست بدارد. سوال دیگر، السلام علیکم و رحمت الله. خویش و تبار خاله بچه میتونند عشق با خویش و تبارش، خویش و تبار با همدیگر عشق گفته نمیتوانند، با همدیگر ازدواج کرده میتوانند. در این باره آیت هم هست که دخترای عمت و خالت برای تو پیامبر حلال است و برای تمام مؤمنان. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم زینب عمه بچه خودشون رو به نکاحشون گرفته بودند، فاطمه به حضرت علی عمه پسری عمکشون دخترشون میشوند و این گونه ازدواج خویش و تباری در شریعت حلال است. اما عشق عشقی که او را دوست می‌دارم و با او تنها به تنها می‌نشینم و وعده می‌دهم و پدر و مادر بیخبر هستند، اینها همش در شریعت حرام است، مگر اینکه شما از قلبتان گذرانیدید که انسانی خوب است و با او ازدواج کردن می‌خواهید و خواستگار فرستاندید، این مسئله دیگر است.
زنها در باره مرد خود، عشق و عاشقی خود و جای خوب خود گپ میزنند. آیا این درست است؟ این در شریعت حرام است. یعنی درباره محرمیت خود با همسر خود، چی زن باشد چی مرد، وقتی صحبت میکند این در شریعت حرام است که قطعی حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز مثل جن هایی که مثلا به کارهای فحش در کوچه ها رو برو میشوند این کار را نکنید. یعنی از زندگی محرمی خود به کسی نگویید میگویند. صحبت کردن در باره محرمیت بین زن و شوهر به دیگرها، حتی نزدیکترین دوگانه باشد هم یا نزدیکترین دوست باشد هم جایز نیست که به یک فتنه بزرگ میبرد. سلام مادر مهربان، سوال: حضرت عایشه در سن چند سالگی بیوه شدند و چند سال شوهر داشتند و چند سال بیوه موندند؟ حضرت عایشه اگر من خطا نکنم همگی 18 سال داشتن وقتی پیامبر وفات کردند. همگی 18 سال داشتن و در 54 سالگی خود وفات کردگی هستند. از این حساب کنید که از 18 سالگی تا 54 سالگی خود چقدر عمر دیدن. و حضرت عایشه در 9 سالگی ازدواج کردند. اما این را بدانید که گمان نکنید که یک دخترچه 9 ساله چگونه ازدواج میکند. برای اون که خواهر و برادرانی که در کشورهای عرب بودید میدانید که دخترچه های 8 ساله و 9 ساله عرب الکی جسمشون هم کلان می شود و مثل 16 ساله 15 ساله دختری تاجیک می تابند. برای همین این چیز را عیب کرده نمی شود. و حضرت عایشه البته پس از پیامبر ازدواج نکردند، چون تمام زنهای پیامبر مادر مومنان هستند و برای آنها پس از پیامبر با دیگر مرد ازدواج کردن حرام می باشد. سوال دیگر: رسول الله دوست داشتگی زنش مادر خدیجه بودگی، چرا شما حضرت عایشه گفتید؟ برای آن که سوال دهنده عزیز حضرت خدیجه وفات کرده بودند و چیزی که من گفته ایستادم درباره زنهای زنده پیامبر و همه اتفاق هستند. حضرت عایشه میگویند که به یگان زن مثل خدیجه من رشک نکرده بودم، در حالی که هم زنی کلانسال بود هم مرده بود، اما پیامبر او را خیلی دوست می داشتند. حتی درباره اگر خدیجه صحبت میشد یک باره به خنده می در آمدن، چهرهشون تغییر می افت و نقل کردن می گرفتن که ما با خدیجه فرزنددار شدیم، با خدیجه فلان فلان زندگی کردیم، از این چیزها. و حتی میگویند وقتی خواهر خدیجه حالکی پیرزن بود، وقتی صدایش رو از کوچه میشنیدن از جایشون خسته میگفتن این حاله هست، این حاله خواهر خدیجه است. وای چقدر صدایش به خدیجه مانند است. یعنی خیلی خدیجه رو دوست می داشتن. اما چیزی که من گفته ایستادم درباره زنهایی که در زنده بودن پیامبر و اطراف پیامبر زندگی کردن، برای همین عایشه گفته ایستادم. سوال دیگر: مرا با یک جوان زناکار زنکباز پدر و مادرم فاتحه کردن، من او را دوست نمی دارم، چی کار کنم؟ البته که به پدر و مادر خود بگویید. اگر پدر و مادرتان سخن شما را گوش نمیکنند، به خاله و تقا، عمک، بابا و بیبی، هر نفری که میتوانند به مابین درآیند و این فاتحه را ویران کنند همراه آنها صحبت کنید. و خواهر عزیز، پدر و مادر را اگر چی شدید است یا خود سختگیر هستند میگوییم، آنها پدر و مادر ما هستند. و اگر شما از صمیم دل با قلبتان در نزدشان نشسته زانو زده گفتید که پدر جان، مادر جان، آن نفر را نمیخواهم، گناهگار است، زنکباز است، حیاتم را میسوزاند، ان شاء الله که گوش میکنند. اگر گوش نکردن حتما نفری را به مابین درآورید، نفری را واسطه گیرید که به پدر و مادر شما آنها خودشان مصلحت دهند. و البته که از طرف دیگر می توانید به خود جوان زنگ زنید یا یگان خبرچی فرستید که فاتحه رو ویران کن، من تو رو دوست نمی دارم، همراه تو زندگی کردن نمیخوام. برای اون که جوان هایی که زنک باز هستند تا آخر عمر اکثریتشان زنک بازی میکنند الا من رحم الله، و جز جوان هایی که دیگر توبه میکنند دو از این راهی بعد برمیگردند. عزیزان، به آخر برنامه رسیدیم، با هم صحبت کردیم، هم یک موضوع مهم رو همراه شما بررسی کردیم. تشکر میکنم از اینکه با ما بودید و هستید. و در آخر به تمام شنوندگان، چه پدر و چه مادر، چه خواهر و برادر، علل خصوص خواهرکان شیرین، دخترکانی که نو قدرت شدید، الکی در سیمای شما یک کودک نو یک دخترچه میبینند، این را بدانید که خودتان را به یک گلدسته، به یک دوستت میدارم، به یک این که من عاشق تو هستم نفروشید. بگذار آنی که عاشق شما هست همچون مرد انتظار شود، پدر و مادر خود را
هم از روی شریعت هم از روی عرف چگونه که هست به در شما خواستگار فرستد. دست شما را از شما نه از پدر و مادرتان خواهد. و الا بدانید که هر عشق و عاشقی که در کوچه ها شروع شد، در توی خانه ها شروع شد، در مکتب و یونیورسیته و دانشگاه ها شروع شد، آخرش با گریه تمام می شود. و صدها دخترک ها هستند که فق کنان، گل و گیرشوان، گریه کنان خواب میکنند، صدایشان را کسی نمی شنود، برای آنکه این مشکلی را برای خودشان ایجاد کردند. قربانی یک نامرد شدند که می گفت عاشقت هستم، اما بجز جسم او چیزی دیگری را نمی خواست. پس کسی که عاشق شما هست آینده شما را می خواهد، برای ساختن عائله با شما همچون مرد خواستگار میفرستد، اما آنی که میخواهد با شما بازی کند و هدف او اتصال و یا نزدیک شوی جسمانی و فیزیکی هست، به جز آبروریزی و همان دو گلدسته و دو شیرینی و شکلات چیزی دیگری به شما نمی آورد که به جز زهر قاتل برای شما چیزی دیگری نمی شود. آبروی خودتان، عائله‌تان، پدر و مادر بیچاره‌تان که چندین سال برای بزرگ کردن شما تا همین حالت آمدن شما نخورده و نخوابیده شما را بزرگ کردن، به خاطر یک جوانی بیگانه شهوت پرست که اصلا بیگانه هست برای شما چیزی نیست نفروشید. خودتان را و اهل عائله‌تان را به الله یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیوی پیام با برنامه آستانه.